به نام خدا. این در نهایت این محصول در میاد که عرضه میشه خدمت شما. نگاه کنید به این شکل. این البته برش نخوردهشه، این برش میخوره، بعد با دستگاه برش میخوره میره تو قسمت بسته بندیمون، بسته بندی میشه و به این شکل در میاد. نگاه کنید به این شکل در میاد که خدمت حضور شما میرسه دیگه برای استفاده. حالا ویدیوهای سوختش هم براتون میگیرم ببینید. این همین قشنگ 2 ساعت تا 2 ساعت و ربع تا پودر کامل نه، تا جایی که بتونید استفاده کنید. 2 ساعت تا 2 ساعت و ربع قابل استفاده است بدون هیچ مواد اضافه، نه چسب خورده بهش نه چیزی. ما یه نوآوری به کار بردیم تو این صنعت که برای شما که راحت باشین و که دیگه حداقل ما از همه چی داریم آسیب میبینیم، حداقل از این زغالا که شیمیایی میزنن داخلش آسیب نبینیم. یا علی.